سلام. روزه امنیت تا دیروز کالای مورد علاقه همه امامان جمعه بود و کمتر نمایش جمعه بود که در اون اندرباب نعمت امنیت صحبتی نکنند. معمولا همین روزه به این شکل بود که میگفتن یک نگاهی به عراق و لبنان و یمن و افغانستان بندازید تا ببینید که جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای ایمن در منطقه است. البته بعضیاشون فقط به کشور امن در سطح منطقه قانع نبودند و بیشتر از این توهم می‌زدند. الان کشور ما از تمام کشورهای دنیا در بهترین شرایطه. اینا مرا چیز نکنید چرا اینطور میگی. سوریه رو نگاه کنید، عراق رو نگاه کنید، لبنان رو نگاه کنید، از این طرف افغانستان رو نگاه کنید. 40 سال است شب و روز دشمن تلاش کرده برای تخریب نظام. با این توهم بود که سران سه قوه نظام فکر می‌کردند که میتونن قیمت بنزین رو 3 برابر کنن، یعنی جیب ملت رو خالی کنن و صدای کسی هم در نیاد. و بعد هم میشه با یک مصاحبه و وعده پوشالی ملت رو قانع کرد که حال همتون خوب میشه. این یه تصمیم درست برای اصلاح ساختار بودجه بوده. هم اصلاح ساختار شد، هم درآمدش رفت به سمت حدود 60 میلیون طبقات متوسطه به پایین که کمک بشه به معیشتشون. فقط سوالی که پیش میاد اینه که اگر این تصمیم اینقدر درست بوده و همه چی رو اصلاح میکنه و برای طبقات توحیدست هم یکی یه دونه مازراتی و لامبورگینی از توش در میاد، پس چرا اینقدر یواشکی و نصف شبی و بدون اطلاع قبلی اجراش کردید؟ یا به قول اون یکی چرا مدل اصحاب کهفی اجراش کردید؟ اتفاقی که این چند روز افتاده از نظر من مثل بمب اتم میمونه. حالا اونقدر که در ذهن منه اینجا رو به عنوان شهروند عادی دارم گله میکنم. وزیر سمت، سخنگوی دولت، وزیر نفت توی هفته قبل از تعطیل کردن این ماجرا به جمعه مصاحبه کردن، گفتن فعلا خبری نیست. بعد ناگهان مردم مدل اصحاب کهفی روز مثلا اون که خواب بودن روز جمعه بلند میشن، یعنی شد همون چیزی که 3 وزیر دولت اسلامی گفتن نیست فعلا. یعنی ما اگر بمب اتم زیر اعتماد مردم میذاشتیم، مثلا من چی بگم مجلس ختم برای اعتماد مردم بگیریم، دیگه چجوری باید بگن اعتماد داریم؟ کاش اصلا مصاحبه صورت نمیگرفت. این رو چی بگیم؟ آقا میخواد کار خوبی بکنید، چرا دروغ؟ چرا دروغ؟ واقعا چرا؟ اما یکی دیگه از اقدامات نظام برای جلوگیری از واکنش مردم به میدون آوردن انیشن نظام بود که با یک تئوری خیلی ساده همه نگرانی ها از گرانی بنزین رو برطرف کنه. که این چه ربط داره که اگر بنزین گرون شد اون میوه هم گرون بشه؟ واقعا چه ربطی داره؟ این سوالیه که الان ذهن دانشمندان دانشگاه آکسفورد و MIT رو هم به خودش مشغول کرده که چه ربطی داره؟ شاید به این دلیل که میوه رو با ماشین جابجا میکنند. شاید. البته ممکنه توی کله این دایناسور این ایده موج میزنه که توی هر مغازه میوه فروشی از هر میوه‌ای درختش رو بکارن، اون وقت دیگه واقعاً قیمت سوخت به قیمت میوه ربطی نخواهد داشت. گام دیگه ای که برای جلوگیری از اعتراضات برداشتن این بود که خبرنگارای تلویزیون آخوندی رو فرستادن به پمپ بنزین‌های شهر تا هر نوع شایعه‌ای رو در مورد اعتراض به قیمت بنزین در نطفه کور کنند. خب امروز جمعه ساعت 2 بعد ظهر هستش، 24 آبان ماه. ویدیوهای مختلفی در فضای مجازی منتشر شد. یکی از ویدیوها مربوط به همین خیابون بود، خیابون دادمان، که گفته شده بود صفی که برای این پمپ بنزین خیابون دادمان تشکیل شده یک صف غیر عادیه. شما همیشه میایین اینجا؟ آره هر روز اونجا. این صف غیر عادیه؟ نه همیشه همینه. هر روز همینه. شایعه شده تو فضای مجازی که یه صف طولانی نه آقا دیگه 3000 تومان صفش کجا بود آقا دیگه. الان امروز 24 آبان 1398 ساعت حوالی 17:30 هست و اینجا خیابان شریعتی جنوب به سمت شمال و این پمپ بنزین
امروز تو فضای مجازی منتشر شده بود که در واقع آتیش گرفته، اما ما تو اینجا چیزی از آتیش و خسارت و دود مشاهده نکردیم و پمپ بنزین شرایط کاملا عادی خودش رو طی می‌کنه. تو فضای مجازی چیزی منتشر شده بود که اینجا آتیش گرفته. درسته بله. این مال پارسال بود که آتیش سوزی با تانکر خالی شده و تو جو آتیش زده بودن. به دروغ مدعی شده بودند که دیشب به آتش کشیده شده است. الان ساعت 2:45 بامداد 24 آبان 1398. همکارم در اصفهان به محل همان پمپ بنزین رفت. همونجوری که مشاهده میکنید این جایگاه در شرایط عادی خودش به سر میبره و در حال توزیع بنزین با نرخ جدید هستش. به نظر میرسه که این گزارش خیلی تاثیرگذار بود، چون وقتی مردم دیدن که همه تصاویر آتیش زدن پمپ بنزین ها قدیمیه و تلویزیون آخوندی تصویر جدید نداره، برای برطرف کردن این کمبود ظرف 24 ساعت بعد از پخش این گزارش اونقدر تصاویر جدید از پمپ بنزین های سوخته خلق کردن که دیگه گزارشگرای تیوی ریش نیاز نباشه که تو شبکه‌های مجازی دنبال تصویرش بگردن، بلکه هر جا که سرشون رو برگردونن یکی پیدا کنند. وضعیت پمپ بنزینه که دیشب تخریب کردن به این صورت. نگاه کنید شما به چه وضعی در آوردن. تلویزیون آخوندی روز اول تلاش کرد ثابت کنه که اصلاً اعتراض جدی در کار نبوده و به طور خاص در تهران اگر ترافیک یا راهبندانی هم بوده به خاطر بارش برف بوده و تنها مشکل این بوده که شن نریخته بودن روی برف ها. یه ذره برف اومده، این همه آدم، این همه ماشین، بنزینا رفت دیگه، 3000 تومانی ها رفت. اصلا خالی شد. من میتونم بمونم تو راه، خدا گواز. مردم عدم برفروبی و نریختن شن و ماسه و لغزندگی خیابون‌ها رو دلیل ترافیک می‌دونست. اما با انتشار انبوه کلیپ هایی که از اعتراضات خیابانی در فضای مجازی منتشر شد، یخ این ادعای ترافیک برفی خیلی زود آب شد و تیوی ریش مجبور شد اعتراف کنه که برخی ترافیک ها هم سیاسی شدن که اصلا خواست خود مردم نبوده و از هنگ کنگ خطش اومده بود. مرحله سوم این مدل تهیه ویدیو از این اقدامات پرخطر و خشونت‌آمیز و تیراندازی‌های مشکوک و انتشار گسترده آن در شبکه‌های اجتماعی است تا افکار عمومی و احساسات مردم را جریحه‌دار و تحریک کنند و با این شیوه افراد زیادی را به وسط خیابان‌ها بکشانند. همان کاری که در ناآرامی‌های هنگ کنگ انجام شد. ماشینا رو مجبور می‌کنن برگردن. در این مدل باید روی اعصاب مردم رفت و مردم را که از برخی امور گلایه دارند به شدت عصبی کرد تا خشونت بیشتر شود. همان کاری که امروز تلاش داشتند در برخی شهرها بکنند، ایجاد راهبندان‌های تصنعی و گره‌های کور ترافیکی و در نتیجه عصبی کردن مردم. حالا برای اینکه بدونیم واقعاً همه مردم از این ترافیک‌ها عصبی شدن، خوب بریم وسط یکی از همین ترافیک‌ها تا از زبون همون رانندگان توی ترافیک نظرشون رو بشنویم. نظری که البته هرگز از تلویزیون آخوندی پخش نمیشه. بچه‌های با غیرت اصفهان جاده رو بستن و اعتصابات رو شروع کردن. دم بچه‌های اصفهان گرم. با اینکه مجبوریم ساعت‌ها ممکنه اینجا وایسیم ولی خب خوشحالیم. وقتی فیلم‌های اعتراضات و شعله‌های آتش از همه بانک‌ها و ارگان‌های سرکوب زبانه کشید، بالاخره پذیرفتند که در برخی شهرها یک عده‌ای سبک متفاوتی از اعتراض داشتند. ولی سوال مهم این بود که این افرادی که دارن اینجوری اعتراض می‌کنند چه کسانی هستند؟ برای پاسخ به این سوال خود سیدعلی صبح روز دوم قیام صورت نشسته یک گله آخوند رو جمع کرد تا پدیده جدیدی به اسم اشرار رو به عنوان بانی این اتفاقات معرفی کنه. لکن آتش زدن به فلان بانک این کار مردم نیست، این کار اشراره. کار اشراره، اینو باید توجه داشت. این که این اشرار دقیقاً کی هستند، از کجا آمدن، چند نفر هستند، دیگه اینجا علی خامنه مشخص نمیکنه. ولی در گزارشات بعدی تیوی ریش جزئیات بیشتری راجع به این افراد روشن میشه.
متاسفانه تعدادی افراد غیر بومی و با چهره‌های پوشانده قصد ورود به تجمعات و خسارت زدن به اموال عمومی و آسیب رساندن به مردم رو دارند. بله، یک ویژگی این اشرار اینه که تو همه شهرها غیر بومی هستند. تو همه 140 شهری که توش اعتراضات بوده ها، کلا همیشه هر وقت یک اعتراض ضد حکومتی جایی شکل میگیره، طبق سناریوی ثابت تلویزیون آخوندی کار افراد غیر بومیه. لردگان هم میگفتن کار افراد غریبه است. لردگان؟ کسانی که حمله میکردن به ادارات دفتر امام جمعه همشون نیروهای بیرونی غریبه. بله، همیشه کار یه سری افراد غیر بومی و غریبه است. فقط معلوم نیست وقتی تو همه شهرهای ایران قیامته این همه غیر بومی از کجا میان، چون که مرزها که قطعا بسته است. معلوم نیست که اینا تا روز قبلش کجا بودن، از زیر زمین اومدن، با چتر اومدن، از مریخ میان، معلوم نیست. فقط تریبون‌های حکومتی تاکید دارن که اینا جزو مردم اون منطقه نبودن. ویژگی دیگه این اشرار چیه؟ این تصاویر مربوط به دیروز در تبریز است. گروه‌های سازمان یافته و نقابدار در حال تخریب یک پمپ بنزین. یا این یکی مربوط به روز گذشته اصفهان است. باز هم افرادی نقابدار و سازمان یافته. این تصویر نیز مربوط به ناآرامی دیروز شهر قدس در استان تهران است. فردی نقابدار در حال بالا رفتن از ساختمان فرمانداری این شهر. به نظر میرسه این نقابدار بودن و سازماندهی داشتن هم از نظر تیویریش جرم بزرگی محسوب میشه، چون با توجه به شرایط امنیتی حکومت آخوندی که دموکراسی و آزادی بیان توش موج میزنه، انتظار داره که هر کسی که میخواد زیر نظر دوربین‌های امنیتی کاری انجام بده بدون نقاب و شناسنامه‌ش هم از گردن آویزون کنه، اگر هم گاز اشک‌آور زدن صورتش رو نپوشونه، نفس عمیق بکشه که یه وقت خدایی نکرده مأموران اطلاعات برای شناسایی افراد دچار زحمت نشن. جرم بزرگتر اما داشتن سازماندهیه، چون سازماندهی، زره، تجهیزات، سلاح گرم اینا فقط حق مسلم نیروهای امنیتیه. مردم باید همینجوری الا بختگی دور هم جمع بشن بدون ماسک، دست خالی برن اونجا که بشه راحت جمعشون کرد. ولی طبق منویات ولایت سازماندهی نباید داشته باشن. شیخ حسن هم که همه فیلم ها رو نگاه کرده اطلاعات بیشتری راجع به این اشرار رو میکنه تا مسکنی باشه برای کاهش وحشت مهره های نظام. اونهایی که اغتشاش کردن عددشون بسیار کمه، اما اونایی که دنبال اغتشاش بودن، تخریب اموال عمومی بودن، آتش زدن بودن، حمله کردن بودن، اینا عددشون بسیار کمه. من خودم فیلم های بسیاری از این موارد رو دیدم و مشاهده کردم. عدد اینا معلومه چند نفره، تعدادشون اونایی که تخریب میکنن چند نفرن، عددی نیست. حالا برای مقابله با همین تعداد اندک که عددی نیستند تو چند نفر آوردی؟ وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، بسیج و همه نیروهای مسلح و نیروی امنیتی که از همهشون تشکر میکنم، با همه توان تلاش کردن سردسته آدم‌هایی که دنبال تخریب اموال عمومی بودن شناسایی کردن، برخی رو دستگیر کردن. بله، برای مقابله با همین تعداد اندک اشرار ماسک زده سازماندهی شده اغتشاشگر آشوب طلب، تمام نیروهای اطلاعات و انتظامی و بسیج و سپاه و نیروهای مسلح و امنیتی رو با تمام توان وارد کرده، تازه فقط تونسته چند تاشون رو شناسایی دستگیر کنه. دیگه فقط هشت و شعبی و حزب الله رو نیاورده که اونا هم احتمالاً درگیر اشرار غیر بومی کشورهای خودشون هستن. تعدادشون اونایی که تخریب میکنن چند نفرن، عددی نیست. فقط چرا برای این عددی نیست اینترنت 80 میلیون ایرانی رو قطع کردی؟ چرا ضرر روزانه 10 میلیون دلاری رو به جون خریدی؟ خب چند تا جوون عددی نیست داشتن یه گوشه آتش بازی میکردن. دیگه چرا سیم اینترنت بین‌المللی رو با دندون پاره کردی؟ مگر اینکه
خودت هم خوب میدونی که اون عددی نیستن، عددی بودند و اون غیر بومی ها هم از تو بومی تر بودن. دیگه چیزی باقی موند؟ من عرضم اینه هیچ کس به این اشرار کمک نکنه. اینا اشرارن. این کارا کار مردم معمولی نیست. اگر اشرار رو جمع افراد شروری بدونیم که به مردم صدمه میزنند، میتونیم رد پای اشرار واقعی رو توی وقایع چند روز گذشته پی بگیریم. اول از اونهایی بگیم که ماشین‌های مردم رو تخریب کردند. وحشی! اینجا مهشهر کرجه، این ماشین یه جانبازه. من فقط میخواستم برم خونم، اینطوری کردن ماشینمو و نیروی انتظامی این کار کرده، نیروی انتظامی کثیف جمهوری اسلامی ایران. نگاه کنید که با یه ماشین یه جانباز چیکار کردن. از دیگر خدمات اشرار واقعی شلیک مستقیم به سمت مردمه، از جاهای مختلف، از بالای پشت بوم، کف خیابون یا حتی نیمه شب شلیک گاز اشک‌آور تو حیاط خونه مردم. نکن داره با سمیز اصلا کنه. کثافت. پس اگر قرار باشه اشراری هم مجازات بشن، مردم میدونن که کیا باید مجازات بشن. 25 آبان مردم به خاطر گرونی بلند شدن اعتراض مسلمات آمیز کردن. یه دونه شیشه ماشین یا پنجره رو نشکستن، با کتک جوابمون دادن. خامنه ای بی‌ناموس، خامنه ای بی‌ناموس، خامنه ای دادگاهیت میکنیم. ما حق قانونیمون اعتراض کنیم. هر وقت خامنه ای اوضاعش خفن میشه، آیت الله BBC هم در نقش چوب زیر بغل خامنه ای سریع خودش رو به میدون میرسونه تا نقش خودش رو به عنوان امدادرسان خامنه ای ایفا کنه. این بار هم طبق معمول این نقش رو اجرا کرد و با آوردن یک کارشناس توی برنامهش کشتار مردم رو توریزه کرد. بسیاری از تحلیلگران میگن که مسئولیت آنچه که در حال رخ دادن هست مستقیما بر عهده جمهوری اسلامی است و مشخصاً بر دوش آیت الله خامنه ای. من فکر میکنم کلا از زمانی که جامعه بشریت یک حکومت را قبول کردش، از اون زمان به حکومت این حق و دادش، وارد یک قرارداد اجتماعی شد و به حکومت این حق و دادش که علیه به اصطلاح شهروندانش از زور استفاده بکنه. به نظر من نه به دیکتاتوری مربوط میشه و نه به دموکراسی. کلا حکومت ها در هر جای دنیا این حق رو به خودشون میدن که از قوه قهریه علیه شهروندانشون زمانی که تهدیدی ببینن از لحاظ اونها استفاده بکنن. باز هم فقط میتونیم بگیم آیت الله BBC یعنی این. سخن آخر این که کوچک شمردن مردم معترض و نادیده گرفتن اونها فصل مشترک همه دیکتاتورهاست. تعدادشون اونایی که تخریب میکنن چند نفرن؟ عددی نیست. حالا 4 تا خط و خاشاک این گوشه ها یه کاری میکنن. دوربین‌هایی هست که فقط شب میبینیم. با اون نگاه کردم دیدم چیزی نمیبینم. یه خود بیشتر دقت کردم دیدم خب از پشت بام ها از پشت بام میاد و من صدای آدم نمیبینم. دارم دست زن بچه‌م گفتم شاید چشمن احتیاج به عینک داره اونا ببینم. اونا نگاه کردن چیزی نیست. جنجال ها به واسطه ازدیاد این بلندگوهاست و به هیچ وحشت ایجاد. از اون طرف پیپ میذارن تک 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 تک. من میگم اینقدر فشنگ اصلا همراه نیست که اینقدر بندازم. البته
تاریخ گواهی میده که 3 ماه بعد از گفتن این جملات اظهاری حکومت شاه توسط مردم جارو شد. بدون شک سرنوشت شیخ هم متفاوت از شاه نخواهد بود. خدا نگهدار.